یک زن و شوهر از شهر کولاب هفته گذشته یک پی دیگر خودکشی کردند. سبب‌های دقیق خودکشی جفت هنوز معلوم نیست، ولی گفته می شود حادثه بعد از مناقشه خانوادگی سر زده است. مقامات انتظامی در کولاب روز 12 فوریه به رادیو آزادی گفتند صباحت سعدالله وی 35 ساله روز سه‌شنبه هفته گذشته بعد از نوشیدن سیرکا به بیمارستان انتقال یافت و پس از 2 روز جان باخت. مراسم جنازه این زن روز پنجشنبه در منزل پدر و مادرش در محله کوهدامن کولاب برگزار شده است، اما 2 روز بعد روز شنبه جسد شوهر این زن بیگیجان قربانوف را از تپه های اطراف جماعت رودکی ناحیه واسه پیدا کردند و خود همان روز در منزل والدانش در محله شکرخان کولاب به خاک سپردند. یک منبع در شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه به رادیو آزادی گفت بیگیجان قربانوف در یک دفتر داستان زندگیش را قصه کرده است و این دفتر او را یافتند. مقامات تفتیشاتی به رادیو آزادی گفتند زن و شوهر در شهر کولاب زندگی می کردند و حاصل ازدواجشان یک فرزند بوده است. سبات سعدالله و از همسر قبلیش 2 فرزند داشته است. در حال حاضر پرونده مرگ سبات سعدالله و را دادستانی کولاب و از بیگیجان قربانوف را دادستانی ناحیه واسه تفتیش می کند. مسئله خودکشی را سازمان های مدافع حقوق زنان در تاجیکستان بسیار جدی و نگران کننده می نامند و می گویند در حالت های زیاد خشونت خانوادگی سبب چنین خودکشی ها می شود.